سلام. یکی از مهارت‌های لازم برای رسیدن به کرسی‌های ریاستی در نظام آخوندی داشتن مهارت در اختلاسه. اختلاس سالیانه که توی این نظام در جریانه، ولی این روزها نمونه‌های دونه درشتش از بالاهای نظام رو شده و سر زبون هاست. نکته مهم اینه که اختلاس رو اصلاً نباید با سرقت و دزدی قاطی کرد. اختلاس اصلا اون هیجان سرقت‌های چند میلیونی در فیلم‌های هالیوودی رو نداره. ماسک بزن، با دریل سوراخ کن، از زیر لیزر رد شو، اینا اصلا نیاز نیست. از همون جایی که نشستی توی اتاق کارت یه ورق میاد، قشنگ یه امضا میزنی، تمام، پول رفت توی حسابت. نه از این بانک‌های تابلوی دور و بر که یه وقت تحریم پرشون رو بگیره. رفت اون دورا، مال، تورنتو، دبی، جزایر ویرجین. حالا کی میخواد پیدا کنه؟ بعد تازه نه مبلغ‌های خردریز 2 میلیون و 3 میلیون، اینقدر صفر داری که نمیتونی بشماری. به این میگن اختلاس. اختلاس چی هم توی این نظام همه مدلش هست. نمونه اخیرش اینا: سالار آقاخانی، مدل 1070، توپل مپل، شال قرمزی، از مقامات ارشد بانک مرکزی بوده، از رفقای احمد عراقچی، برادرزاده همون عراقچی معاون ظریف، یعنی جزو سلسله ژنخوب‌های دم و دستگاه روحانی و سیف و آره دیگه. ایشون به دستور شمخانی و روحانی تحت عنوان مداخله ارضی ناقابل یه 160 میلیون این ور و یه 20 میلیون یورو اون ور و یه مازاراتی و یه ذره رشوه، به عبارتی 200 میلیون دلار با خودش برد. به همین سادگی. تا همین یکی دو روزه خبری اومد که آقای سالار آقاخان از جمله اخلالگران بازار ارز هستند که در پرونده‌ای که اینو خبرگزاری تسنیم گفته ها، در پرونده اخیرشون به هر شکل متهم ردیف یکم فرار کرده ایشون. همین، یعنی من کار ندارم، 160 میلیون دلار برداشته، ولی حالا رشوه داده 800,000 دلار تا بلیت استخ گرفتی، رفت. یه جوری میگه فرار کرد رفت که انگار کفتر بود پرید رفت. البته درسترش اینه که بگه رفتوندنش یا فراروندنش، چون این سالار آقاخان اسفند گذشته یه بار گرفته بودنش، ولی اون موقع از بانک مرکزی زنگ زدن گفتن این نفر ماست و ولش کنید. اونا هم به فرموده ولش کردن و ول کردن همان و رفتوندن همان. 200 میلیون دلار برداشت و برد. هرچه میشد برد از کیسه ما برد که برد این بابداری همه را برد که برد. البته اغلب اختلاس ها طوریه که اصلا معلوم نیست که پول رو کی برده، ولی رقمهاش توی تیتر روزنامه ها پیدا میشه. مثلا داشتیم همین اخیر یه دونه 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری توی وزارت بهداشت که گم شد و اصلا معلوم نیست که چه کسی برده، چه چیزی آورده. انگار مثلا یه سکه 100 تومانی تو راهرو بیمارستان از جیبشون بیرون افتاد و گم شده. درستش البته این هست که اون کسی که پولها رو برده گم شده، نه خود پول. یا مثلا یه مدل دیگهش هست که تحت عنوان اخلال رسانه‌ای میشه، مثل اخلال 6.6 میلیارد یورویی در شرکت بازرگانی پتروشیمی. یه همچین اخلالی ایجاد شد و 6 میلیارد یورو رفت. یا یه مدل دیگهش هست که ارز دولتی میگیرن که کالاهای حساس وارد کنند، ولی بجاش جنس‌های دیگه وارد میکنن و پول رو بالا میکشن. رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد بجاش کابل برق آوردن توی گمرک و بعد در لحظه هم به گونه‌ای هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم اون از مرز رفته. کیان اینا؟
از کجا اومدند؟ واقعا کیان اینا؟ شما میدونید؟ شما میدونید اینا کیان؟ یعنی واقعا تو اون بغلیت نمیدونید اینا کی هستن؟ چطوره که توی فیلم ها که میشه اطلاعات سپاه و مأموران گمنام همه چیز رو زیر نظر دارن و اقتدار نظام رو صفر چسبیدن، ولی به اختلاسچی میلیاردی که میرسه کیان اینا؟ چشمو میبندن، ترانزیت همینجوری میره کانادا، اینور اونور. بعد میگن تحریما باعث شده که دارو تو کشور نیاد. صبح میگن آقا چرا نمیتونی درآمدزایی کنی؟ میگه تحریم. تحریم یعنی چی؟ تحریم شما این خدا شاهده، نه آمریکا. اگه بخواین درجه بندی کنی بعد بگیم امریکا درجه 5، درجه اول خداتونی. اولین کسی که بایستی بگیرنش تو میز محکمه بشوننش خود مسئولینن. ولی مردم میخوان به چی گول بزنیم؟ آقا فلانی گرفتین، آقا فلانی گرفتن. اینا پولا رو کی گرفتن؟ پولا رو از کی گرفتن؟ البته این سوالیه که توی همه پرونده‌های اختلاس بی پاسخ میذارن، چون نمیتونن از این نقطه به بالاتر برن. اینجور موقع ها یکی رو گیر میارن، بهش میگن اگر میخوای اعدام نشی اسم بالایی ها رو نیار تا بفرستیمت زندان. ببخشید، هتل اوین. زندانی رو براتون معرفی بکنم با زندگی لوکس و لاکچری که توی این زندان از محکومین به گرمی استقبال میشه. جزئیاتی عجیب از اتاقهای VIP توی زندان اوین، از فرش 1400 شانه تا یخچال خارجی و توالت اشرافی. به نوشته روزنامه شرق، بازداشتگاه اوین به خاطر شرایط متفاوتی که با دیگر زندانهای کشور داره به هتل اوین مشهور شده. خبرنگار این روزنامه هم به سراغ بند زندانیان مالی رفته و مشاهداتش رو اینطوری روایت میکنه: اتاق‌های با فرش‌های 1400 شانه، LCDهای بزرگ، یخچال‌های خارجی و مجهز به دستگاه بخور، بندهای با آشپزخانه صنعتی و آب میوه‌گیری‌های صنعتی و لباسشویی اختصاصی و حتی توالت‌های اختصاصی. نمونه‌هایی از امکاناتی هستند که در اختیار متهمان مالی در بازداشتگاه اوین قرار داده شده. بر اساس این گزارش 45 میلیون تومان خرج ماهیانه یک اتاق VIP توی زندان اوینه. 45 میلیون تومان یعنی تقریباً معادل حقوق 3 سال یک کارگر رو خرج یک ماه زندان یکی از این اختلاسچی‌ها میکنند. نمونه دیگه که اخیراً خیلی صدا کرد اختلاس یکی از اون بالایی ها توی دفتر رئیس سابق قوه قضاییه، یعنی بازداشت یکی از نفرات آخوند لاریجانی بود که نقطه شروعی برای گر گرفتن جدال بین رؤسای سابق قوه قضاییه شد. ابتدا لاریجانی تهدید کرد که اگر نفرش رو محاکمه کنن قاط میزنه میره نجف. از اون طرف یکی از رقباش یعنی آخوند یزدی با چند تا جمله شلاق کشش کرد و بهش گفت تو مگه توی قم چه توفیقی بودی که الان میخوای بری نجف؟ بعدم بهش گفته به جای حوزه علمی کاخ درست کردی، مگه ارث پدرت بوده؟ حالا رئیس دفترتو گرفتن اومدی اعتراض کردی؟ البته این یزدی که اینجا اختلاس‌های لاریجانی رو به اسم ارث پدر توی سرش میکوبه، باید ببینیم که در زمان ریاست خودش در قوه قضاییه چه ارث پدری داشته. این آقای یزدی بود، آقای محمد یزدی و آقای محمد علی شرعی، نماینده از خبرگان استان قم. یزدی رئیس قوه قضاییه در زمان تصدی خودش. مجددا آقای یزدی برمی‌گرده می‌نویسه که عاجز آقای فروزش حمیدمان بیکار است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شما جهت صادرات چوب بهره مند گردد. آقای حمید آقای یزدی پسر آقای یزدی رو این کل عهده ریاست قوه قضاییه اون مقطع و جنگل‌های شما رو به تاراج بردن رفتن. آخوند لاریجانی هم حمله یزدی رو بی پاسخ نگذاشت و با یک نامه علنی کل نظام رو تهدید کرد که سینم خزانة الاسرار اتهامات سران و آقازاده های نظامه. یعنی خلاصه اگر بیشتر پا روی دومن بذارید
حال همتون رو میگیرم. کار به اینجا که رسید دیدن اوضاع نظام داره خیلی قمر در عقرب میشه و مشتی مهره های ریز و درشت رو بسیج کردن که این قضیه رو ماسمالیزیشن کنن تا شیر ریزش نیروها بیشتر از این باز نشه. شریعت مداری توی کیهانش نقش مأمور آتش نشانی رو به عهده گرفت تا این آتش رو خاموش کنه. از یک طرف گفت که اصلا چیزی نشده و همش شایعه بوده، ولی از طرفی هم گفت که اگر با هم اختلاف دارید دیگه علنیش نکنید، برید اون پشت مشتا هر فحشی میخواید به هم بدید. بعد هم با یک شعر از سعدی خواست یه جوری خودش رو برای این دایناسورها لوس کنه. گه بود کس حکیم روشن رای، بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودکی نادان، به غلط بر هدف زند تیری. این کودک نادانش رو که درست میگه، ولی بذارید تفسیر شعری از یک کودک داناتر بشنویم. سرای کتاب سعدی رو معنی کنن. خب ابر چشمانم اگر قطره چنین خواهد ریخت، میگه ابری که سفید شد ازش بارون ریزه، ازش برف میریزه. اما آتش دعوای یزدی و لاریجانی به این سادگی ها ماسمالی نمیشد. از اونجایی که هر دو عضو شورای نگهبان هم هستند، سخنگوی این شورا که خودش هر روز شاهد این به هم پریدن ها بوده، تلاش کرد که این قضیه رو اینطور مالکشی کنه و در توییتی گفت در هر جمعی از جمله شورای نگهبان دعوای طلبگی طبیعی است. به این ترتیب با ابعاد جدیدی از شوخی‌های طلبگی آشنا شدیم که وقتی مثلا به هم میگن این کاخهایی که ساختی مگه ارث پدرته، دارن با هم شوخی طلبگی میکنند. ولی مکارم شیرازی این شوخی رو خیلی جدی گرفت و گفت این درگیری‌ها نتیجه‌ای جز روشن شدن آتش فتنه ندارد. فتنه هم که همه میدونیم اسم مستعار این صحنه هاست. خلاصه این که این اختلاس هایی که یک کمش از پرده بیرون افتاده مال این جناح یا اون جناح نیست. همه حاکمیت دستشون تو کاره و همشون هم پرونده همدیگر رو خوب میشناسن. این هایی که میفرمایید یه فردی در قوه قضاییه بود که حالا تکلیفش داره معلوم میشه. ببین فقط با یه نفر نمیشه، اصلا یه جایی باید به اینا خط بده که برو این کارو. کی به اینا گفت؟ خیلی شفاف به شما بگم، بنده حدود 15 سال 20 سال شب و روز زندگیم مبارزه با فساد اقتصادیه. هیچ کجا فساد اقتصادی ندیدم الا اینکه پشت سرش قدرتی وجود داشته باشه. خیلی رک به شما بگم. الان تو این پرونده که میفهمید چی دیدین کی پشتشه؟ کجا؟ تو همین پرونده‌ای که الان فهمیدید. شما تو این پرونده‌ای که همین الان می‌بینید هم بخشی از دولت پشتشه، هم بخشی از مجلس و بخش قوه قضاییه پشتشه. در نهایت میشه گفت که پشت هر اختلاسی یکی از مهره‌های گردن کلفت نظام ایستاده. ولی هر چه جلوتر میریم دوست‌ها بیشتر دست همدیگر رو می‌کنند که این هم از نشانه‌های فاز پایانی این نظام ورشکسته است. بدرود و خدا نگهدار.